سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی. دکتر مریم محمودی هستم، متخصص روانشناسی بالینی. در خدمتتون هستم با دوره خود ارزشمند. ما توی این دوره میخوایم ببینیم که اصلا چه کسی هستیم، چه شخصیتی داریم. آیا اون ماشین و برند لباس و یا محل سکونتمون معرف شخصیت ماست و یا نه اون کسی که توی تنهاییامون با خودمون جنگ و جدال داریم، با خودمون میگیم و میخندیم معرف شخصیتمونه؟ کدومیم ما میخوایم توی این دوره یاد بگیریم که خودمون رو بیشتر بشناسیم و خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم. حالا وقتشه که بیشتر خودمون رو بشناسیم. اینکه وقتی من خوشحالم چه چیزی منو خوشحال میکنه، چه چیزی منو عصبانی میکنه، چه چیزی بیشتر حرصمو در میاره. حالا امروز میخوام بهتون یه تمرین بدم، اینکه شما یه برگه با یه خودکار بردارید و شروع کنید به نوشتن. وقتایی که عصبانی چی حالتو خیلی بد میکنه، چی باعث میشه که ناراحت بشی. بهتره که توی این تمرین چیزایی که خیلی تو رو به وجد میاره، خیلی خوشحالت میکنن رو همه رو روی این کاغذ بیاری. ببین دوست عزیزم، توی این برگه و کاغذ باید بنویسی چیزایی رو که مدام برات اتفاق میفته. اینکه من از چه چیزایی ناراحت میشم، مثلا اگه غذا دیر آماده بشه خیلی ناراحت میشم. اینکه دوستم زمان زیادی طول میکشه تا جواب پیام من رو بده. یه همچین چیزایی که توی طول روز براتون اتفاق میفته. یا چه چیزایی منو خوشحال میکنه، اینکه امروز دوستم رو ببینم یا امروز بتونم یه کار خیلی فوق‌العاده‌ای انجام بدم. شما توی این تمرین باید تک به تک این موارد رو بنویسید تا ما بتونیم اینو ارزیابی و بررسیش کنیم. خب حالا اینایی رو که نوشتیم، اینا ذره‌ای از شناخت خودته. حالا میایم سراغ باورهای ذهنی. یه سری باورهایی که از بچگی توی ذهن ما بوده و هی نسل به نسل انتقال پیدا کرده. مثلا حرفی بوده که کسی بهتون بزنه و شما همون لحظه ناخودآگاه قبولش کنید، مثل اینکه تو چقدر تنبلی، و شما قبول کردید که واقعا آدم تنبلی هستید. باورای ما یه باور داریم، یه شواهد داریم. شواهد چیزیه که درسته، یعنی درست اون تنبلی رو که به ما میگن ما نیستیم، و غلطش اینه که باعث شده حرفای مستمری که از خانواده یا اطرافیان مدام شنیدیم باعث شده که تو ذهن ما نقش ببنده که من آدم تنبلیم. حالا بهتره برای این کار بیای شروع کنی این باوری رو که مدام توی ذهنت میاد و بنویسی و بعدش از خودت سوال کنی آیا من همیشه آدم تنبلیم؟ کی تنبل بودم؟ چه زمانی تنبل بودم؟ اینجوری میتونی باورای اشتباهی که مدام توی ذهنته و باعث میشه که تو نتونی و انگیزه‌ای برای انجام کارهات و هدفات نداشته باشی رو پیدا کنی و کم کم باورهای مثبتت رو جایگزین این باورهای غلط و اشتباه کنی. همه ما یه سری باورهای مخرب داریم که باعث شده که ما هیچ انگیزه‌ای برای رسیدن به اهدافمون نداشته باشیم. این باورها نسل به نسل به ما انتقال پیدا کرده و توی همه چی تاثیر میذاره، توی همه، چه تو بعد مالی، چه تو بعد یادگیری ما، چه تو اینکه ما بخوایم آدم موفقی تو هر بعدی بشیم، داره تاثیر میذاره. این باورای ما مثل علفهای هرزی میمونن که اگر شما بهشون گوش بدید مدام دارن رشد میکنن، و اگر تو میخوای موفق بشی باید باوراتو تغییر بدی. این اولین کاریه که باید برای رسیدن به اهدافت انجام بدی. ارزش ها مثل جی پی اس زندگی ما میدونن که اگر ندونیم ارزش هامون چی هست امکان داره که مسیر رو اشتباه بریم. ارزش ها مثل این میمونه که کجای زندگیمون ما حس خوبی داشتیم وقتی که یه اتفاقی واسمون افتاده، و یا کجای زندگی بوده
که حس بدی داشتیم از اینکه یه همچین چیزی رو توی زندگیمون نداشتیم. اون جای خالیه میشه اون ارزشی که برامون مهمه توی زندگی. حالا یه برگه و کاغذ بردارید و لیست ارزشاتون رو بنویسید. برای نمونه مثلا خانواده، یادگیری، خلاقیت، دوستی، عدالت، آزادی. میتونید طبق این لیست ارزش هایی رو که تا الان باهاش زندگی کردید رو مشخص کنید و بنویسید که اگر یکی از ارزش هاتون خانواده بوده چقدر وقت واسش گذاشتید، چقدر تایم از روزتون رو برای خانواده گذاشتید. توی این جلسه متوجه شدیم که باید خودمون رو دوست داشته باشیم و قضاوت نکنیم و ارزش‌های مهم زندگیمون رو بشناسیم. و از همه مهمتر این که خود واقعیمون رو بشناسیم، همون چیزی که توی خلوتمون هستیم رو بشناسیم، نه چیزی رو که تظاهر میکنیم. و بهتره که 5 دقیقه در روز رو مختص تحلیل و بازیابی خودمون بذاریم و اون تمارین رو انجام بدیم که نقاط قوت و ضعف خودمون رو بشناسیم و بتونیم به اونها بپردازیم. مثل اینکه چه چیزهایی خوشحالمون میکنه توی روز و اینکه ما چقدر به ارزش هامون وفاداریم. و در آخر اینکه کوله‌ای که روی دوشته و مدام داری با خودت حملش میکنی رو پر کن از احترام به خودت و ارزشمندیت رو بالا ببر و خودت رو دوست داشته باش. این جلسه قرار نیستش که ما هیچ کاری انجام بدیم، فقط قراره که ما ارزش هامون رو بشناسیم و از این مسیری که درش قرار گرفتیم لذت ببریم و اصلا قرار نیست هیچ عجله‌ای داشته باشیم.